استاد جون درباره یک تقام سوال دارم. اون شخص میگن به صدمه دچار شدن، فلج هستن. همراه یک برادر دیگر و میگم که وفات کرد. این تقام الحمدلله زنده موند. یک دماغ بگیم در بیمارخانه بگیم پدنرکوز بود. حاضر آها. های الحمدلله هوشش در سرش هست. خیلی راه رفتن نمیتوند. نه که همین یک 10-20 ساله ها حافظش گم کردگی. یعنی آدم های مردگی را زنده فکر میکند. همی خیل یک چیز اگر 10 بارم بگویش 1 منوت بعد با همون را با میپرسد. انا با سوره ها را در یادش هست. سوره قرآن نماز میخواند، مقصد که در همین تیمم میکند. شرایط بگیم که مهیا هست، در بگیم که همین کوارتیر هست در شهر روسیه. همین آدم باید در نمازش طهارت کند یا که با هم تیمم خواندن گیرد میشد. اگر بعد طهارت کردن برایش مشکل باشد، طهارت کردن برایش مشکل باشد، یگان کسی نیست که باید طهارت کناند یا آب ضرر میکرده باشد تیمم کند. اگر آب ضرر نمیکند و لیکن طهارت میکنانیدگی آدم نیست، مثلا خسته نمیتوند، کسی نیست که در پیشش برای او کمک کند که دست و روهاش شوید، در این حالت با تیمم میکند. لیکن اگر آن کس باشد و دست و روهاش شسته ماند، جاهای اعضاهای طهارت شه، دست و روی و پاش و موش مس میکشه سرش، همین 4 فرض اقل اجرا کند یک باری، فرض به جا بیاد بس است. 3 بار شدن شرط نه برای این آدم. اگر همین امکانی داشت همین خیلی طهارت کرده نمازش خواند. نه اگر استاد در نظر کسی باشد و نمازهای فراموش میکرده باشد اقتدا کند. یک آدم پیش بگذشته امام شود، این آدم از جای خوابش اقتدا کند، نمازش با سبکتر میشه. اگر هم خیلی آدم باشد، شرایط باشد. بسیاری وقت استاد فرزنداش هستن، نه که به هر حال کدام مولای را پرسیدگی هستن که تیمم میکند هر وقت. خلاصه این طهارت کند. تیمم در صورت نبودن آب یا نبودن استطاعت به استفاده آب، یعنی تیمم به شرط و شروط نمیگذارید. درست است که به آدم طهارت کرده نمیتونه، لیکن اگر آب باشد و برای وی به بدنش آب رسیدن یگان مشکلی نباشد و در نظرش یک آدم باشد که دست و پاهاش شسته میماندگی باشد، طهارت کند. تیمم استاد در این حال نبودن این شرایط. بله استاد بعد این شخص نماز خواندم، مثال 1 دقیقه بعد با پرسش میگه نه نخوندیم، خانی میگه یعنی که نماز است گردن این ساخت نیست، به هر حال فرض است باید خواند. به هر حال این آدم 100% یعنی 100% عقلش در جاش هم نیست و 100% عقلش از دست هم نداده است. یعنی به قدر امکان همون وقت بخوندن گره دویم بار نخواند. من نخوندم اگر نه تو خونده میگوید تمام. به هر حال اقل فرضهای اجرا کند. استاد از شما در حق این تقام یک دعا الله خواهش تعالی می‌کنم. شفا دهد برادرها و خواهرها دیگر کسایی هم دعا کنیم تا واقعا قدر سلامتی همین خیل آدم ها میداند که در جاگاه خواب است دیگه نمیتونه از جاش خسته و ما و شما که امروز صحت سلامت هستیم این غنیمت است. باید عملهای صالحه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خذ من صحتک لمرضک، از روزی سلامتی به روزی بیماریت کار کرده گیر گفتن. امروز که سلامت هستی کار کرده گیر. اگر کسی در ایام سلامتیش بسیار عمل صالح کنه در ایام بیماریش مثلا نشسته خواندم الله تعالی ثواب خسته خواندگی میده. در ایام بیماریش اگر نمازهای تهجد و نافله نخواندم الله تعالی ثواب خواندن میتید برای که در ایام صحتیش میکرد. اما اون آدمی که در ایام صحتیش گناه میکرد انا این آدم بعد وزنین میفرد. بنابراین شریعت بیهوده ما رو به عیادت بیمار امر نکرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یکی از حقهای
مسلمان بالای برادری مسلمانش و وقتی که بیمار میشد عیادت کن گفتن. و امام بخاری هم گفتن که باب وجوب عیادت المریض، باب درباره واجب بودن عیادت بیمار گفتن. یعنی که در نزد امام بخاری خبر گرفتن بیمار واجب است. شریعت ما را به خبرگیری بیمار امر کرده است و ترغیب کرده است، چون در آن فایده ها هست. وقتی که آدم بیمار را میبیند احتمال است که به سلامتیش را قدر کند، شکر گوید و همین گونه در حق بیمار دعا کند. الله تعالی به بیماری شما و تقاطع شفای کامل دهد. آمین یا رب العالمین. و همین گونه برای تمام بیمارهای مسلمان ها و مردم گرسنه و در زیر حصار مانده غزه الله تعالی نصرت خود را فراوان می‌گرداند و دشمنان خود را خوار و ذلیل گرداند. آمین یا رب العالمین.